فصل دوم، کلاس‌های مقاومت وزنی، انتخاب کانال مناسب با توجه به کاربری. کانال‌های پیش ساخته هدایت آب‌های سطحی بر اساس استاندارد EN 1433 اروپا، چه در مورد محصولات نیکل فرانسه و چه در مورد محصولات ساخت هاراتون آلمان، در کلاس‌های مقاومت وزنی A تا F طبقه بندی می‌شوند. کلاس مقاومتی A15. کانال‌های طبقه بندی شده در این کلاس وزنی تا 1.5 تن به ازای هر محور تایر باد شده خودرو مقاومت دارند که البته محدودیت سرعت تا 30 کیلومتر بر ساعت را نیز داریم. به طور خلاصه، جهت فضاهایی که تنها عبور آبرین پیاده، دوچرخه سواران و موتورسیکلت را داشته باشند می توانیم از این کلاس مقاومتی استفاده کنیم. استخر، جکوزی و زیر دوش‌ها، کارخانجات بدون عبور لیفتراک سنگین، آشپزخانه‌های صنعتی، موتورخانه‌ها و فضاهای تأسیساتی، بام، تراس و روف گاردن و سایر فضاهایی که تنها تردد آبرین پیاده را دارند می توانند از کانال‌های طبقه بندی شده در این کلاس وزنی استفاده کنند. کلاس مقاومتی B125. 12.5 تن مقاومت وزنی به ازای هر محور خودرو. کارواش‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی مخصوص وسایل نقلیه سبک، کارخانجات دارای لیفتراک یا جک پالت سنگین و تمامی نقاط مشابه با آن می توانند از کانال‌های طبقه بندی شده در این کلاس مقاومت وزنی استفاده کنند. کلاس مقاومتی C250. در خیابان‌های شهری، پمپ بنزین‌ها، ایستگاه‌های آتش نشانی و تمامی فضاهایی که به مقاومت 25 تن به ازای هر محور خودرو نیاز داشته باشیم، از این کلاس وزنی استفاده می‌کنیم. کلاس D400، E600 و F900 نیز برای محل‌هایی با وسایل نقلیه بسیار سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند که توضیحات بیشتر در کاتالوگ محصول قابل مطالعه می‌باشد.